yes. Hello, I am Mujri. I speak English. It is Dr. Strategist. ایت بخوره تو سرت. نه بخوره تو سر اونی که به تو انگلیسی یاد داد. حالا ما شدیم ایت بعد از این همه نبات بوقی. You, he, she is سرم میره. He is دکتر. تو معرفی فارسی من مودی قد افنیا معرفی فارسیمو بعد از چند سال فریاض و نشیب و زد و خورد هنوز نمیتونی انجام بدی. فقط خود آی دکتر ما کجا زدیم؟ آره کلا با آدم چیز فهم. حالا تو چطوری میخوای تو انگلیسی حق مطلب رو به جا بیاری؟ آی دکتر داشتم حق مطلب دیگه رو به جا میوردم. داشتم تمرین میکردم بلافاصله بعد از برنامه دارم میرم نیویورک قاطی هیئت آقا محمود اینها. از اونجا یه تکپا میرم ونزوئلا شاید دست خودم رو یه جایی بند کنم برای روز مبادا که اون موجه که الان یه خم برادر بشار رو به دو خم تبدیل کرده به ما هم برسه. آی دکتر من دیشب تا صبح نخوابیدم که یه تیپ توریستی 2011 برای خودم ساختم. دلت خوشه دیگه ها. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفرمودن که یه مشنگه پشه بد میخره تا صبح نمیخوابه پشه ها رو مسخره میکنه. خواستم بدونی که تو تنها نیستی ولی یه فرقی داری با اون مشنگه. اون اقلا پشه ها رو بیرون نگه داشت ولی تو داری با دست خودت با چمدون خودت با این مشنگ بازی خودت سند بدبختی و بیچارگی خودت رو امضا میکنی. آی دکتر با همه احترام تاکتیکی و استراتژیکی که براتون قائلم اینجا رو فکر کنم اشتباه میکنه. شاید به خاطر اینه که هنوز تو زبان یه مقداری ضعف داریم. ملاحظه بفرمایید انگلیسی اصلا عین نداره غین نداره. وقتی غین نداره بنابراین همینطور که برسم اونجا دیگه از غصه خبری نیست. وقتی پام به اونجا برسه خودم هم بخوام دیگه نمیتونم غصه بخورم. آی دکتر من فکر کنم تو حالت خوش نیست. به جای ونزوئلا یه تکپا بیا بیت مقام عظما که ببینی زیر بار مشکلات نظام غین و قصه و عین و ارعر که سله صداهایی از خودشون در میارن که تو هیچ زبونی پیدا نمیشه. یعنی آی دکتر با این حرف میخوای رأی منو بزنی؟ نه میل خودته. شاید دوست داشته باشی که بری تو نیویورک شب هیچ هتل ایراد نده مضحکه عالم و آدم بشی بعدش بری تو جلسه دانشگاه مخلوط فوش و گوجه فرنگی گندیده بخوری بعدش هم پلیس بین‌الملل که دنبال نصف مقامات نظامه تو رو بگیره دست به دست یه عکس اینوری اون وقت تمام اقامت دائم بعدش هم دیگه میخوام بهت بگم که بس آی دکتر نمیرم. ولی این آقا محمود که تجربه قبلی هم داره اینو هم میدونه که امسال با اون سالهای دیگه فرق میکنه و مقام عظما زیر پاشو خالی کرده. مگه عقلش کمه که باز بلند میشه میره اون نره چه کار بکنه بدبخت بیچاره. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفرمودن که هنوز تو سربالایی گیر نکردی که دم به خر و ماچ کنی. باشه ولی آی دکتر این فعالیت‌های دیپلماتیک داستان چیه؟ چرا آقا محمود در به در دنبال ملاقات با اعضای شورای امنیت اونم با این همه خفت و خاری؟ خب به خاطر حل و فصل فعالیت‌های صلح‌آمیز نظامی هسته‌ای نظامه. آیه دکتر آژانس انرژی اتمی نمیگم شورای امنیت رو لازم نکنه تو برای من توضیح بدی که چیو میگی چیو نمیگی. فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ما یه طوریه که آخرش میرسه به شورای امنیت. 3-4 بار تا حالا رسیده از اون قطعا مطلب آورده. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. از میکردن بله. میفهمودن که دزده کلاه یکی رو دزدید و فرار کرد. طرف رفت تو قبرستون همونجا گرفت نشست. بهش گفتن اون که کلاه تو رو ورداشت رفت طرف باغ. تو چرا اینجا تو قبرستون نشستی؟ یارو گفت بالاخره گذرش به اینجا میفته. روشن شد یا همچین بذارم که گذرت به قبرستون بیفته. آی دکتر یه سال اومده از ار. کدوم ار؟ احمدرضا رادان داریم اره. اسفندیار رحیم مشایی داریم خیلی اره. اره کلاسیک آی دکتر اره کلاسیک احمدرضا رادان. ولش کن نخون. سوال احمدرضا رادان میخوام چیکار کنم؟ سرش گرم میشه اینجا بعد از مبارزه با آببازی عقب میفته. منظورتون چی آی دکتر؟ هیچی. یه سوال ازت میکنم. تو میدونی فرق ناسا با ناجا چیه؟ آی دکتر همش سوالای سخت از من میپرسی. نه نمیدونم. ناسا تو مریخ دنبال آب میگرده. ناجا تو پارک دنبال تفنگ آب باش. آی دکتر درسی که تو میدهی به من
پرواز است. پس چی؟ در استراتژی تو صدها راز است. بازم تو زدی به جدول و چپ کردی. این راه پر از چاله و دستانداز است. روشن شد یه آیا همچین دکتر که دوباره بیفتی تو کدوم دستانداز. دستانداز؟ دستانداز کلاسیک. مقام عضو اینقدر ثمن داره که یا ثمنایی که تو دنبالش میگردی توش گمن. کنفرانس بیداری گذاشته، همشون از دم خوابن. آقا محمود فرستاده نیویورک یه مسئله حل بشه، بیشتر خورده تو پوز مبارکشون. اول برنامه که بهت گفتم چه صداهایی از خودشون در میارن. آیا دکتر مقام عظما با هر پوکی که به اون وافور میزنن آرامش میگیرن یه مقداری؟ یعنی شما به اندازه یه پوکم برای ایشون بابا حالت خوشه. تو اول برنامه داشتی پا میشدی بری نیویورک، من نگران داشتم. حالا نگران این هستی که ما به اندازه پوک وافور به مقام عضو آرامش بدیم. آیا دکتر شما وضع مقام عضما رو تو کنفرانس بیداری ندید؟